چند روز پیش با دوستی صحبت میکردم، وسط حرفاش یک جمله‌ای گفت بدجور فکرمو درگیر کرد. گفت خیلی بده که آدم به چیزهای بد عادت کنه. اولش فکر کردم چقدر شبیه جملات قصار تریبوندارایی مثل جواد خیابانیه، ولی یکم که فکر کردم دیدم راست میگه. تا همین چند سال پیش ما یه عده بودیم که حال داشتیم تو خاکبارون اهواز جمع میشدیم جلوی استانداری داد میزدیم اهواز هوا نداره. اما حالا ما یعنی همون جماعت معترض دیگه حتی حال اعتراض هم نداریم. شاید دیگه عادت کردیم، درست مثل همین شهید گمنامی که عادت کرده به سرنوشتش که باید پشت میله های زندانوار استانداری بخوابه و خاک بخوره. آخ بمیرم برا دل مادرت. شاید دیگه حقمون نمیدونیم یا نمیدونن که صدامون در بیاد. شایدم اولویتامون عوض شده. با این هوا شاید بشه چند سالی زنده موند، اما با شکم گرسنه چند روز بیشتر نمیشه. شایدم تا وقتی که کامبیز به کام ماست و دلمون خوشه به رقص این پرچمات که طوفان خاک. هیچ بابا ولو